بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام جناب آقای پزشکیان، من چند نکته‌ای میخواستم خدمت شما بزرگوار که به عنوان دولت مردم، به عنوان رئیس دولت مردم انتخاب شدی رو خدمتتون عرض بکنم. گرچه هیچ کدام شما انتقاد پذیر نیستید، نه انتقاد پذیر هستید، نه نظرات نخبگان و نه نظرات اقتصاددانان و نه کارشناسان و حتی مردمم به هیچ کدوم چیزش توجهی ندارید. میخوام برگردم به عقب، یعنی میخوام اینجوری براتون بیان کنم. میخوام برگردم به زمانی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور محبوب مردم انتخاب شد. خب ایشون سال دوم انتخاباتش که اقتصاد رو زخمی تر کرد، بیمارتر کرد، به طوری که خودش هم نتونست اون اقتصاد رو جمع کنه و خیلی ضربه ها به اقتصاد مملکت، به اقتصاد مردم، به سفره مردم وارد کرد. خب آقای روحانی به عنوان دکترای اقتصاد چیز شد، فلسفی منصوب شد و آقای رئیسی از نظر شماها یه آدم بی سوادی که 6 کلاس سواد داره. خب میخوام فرقشون بهت بگم آقای پزشکیان. فرقش اینجاست که در زمان روحانی ایشون اومد دلار رو برد بالا و خیلی مسائل رو گران کرد، تورم رو ایجاد کرد، توجهی به مردم ضعیف و قشر ضعیف نداشت. خاموشی‌هایی داشتیم. عرضم به حضور شما که خب کم آبی داشتیم و اینکه خیلی مسائل پیچیده و تمام تفکر شماها، یعنی هم